الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. سلامت باشید بیننده گرامی. شب شما بخیر. من مصطفی هستم از عراق. آقا مصطفی عزیز از عراق، بفرمایید برادر عزیز و گرامی. درباره کلیپ اولتون همیشه که خودت هم آخرشون نوشتید که ما نفهمیدیم چی شد. آیا سر ما هم نفهمیدیم چی شد؟ اگه حضرت علی خرد بوده پس چجور اومده به خودش تسلیت گفته؟ خلاص ما نفهمیدیم. درباره کلیپ دومم ما عادت کردیم به دروغ رو پردازیم، چیز عجیبی نیست. درست. و انشالله ما خدا رو شکر میکنیم انشالله نه همچنان هر روز دروغ بگن و انشالله همین دروغ گفتنشون باعث نابودیشون بشه. انشالله همینجور هم هست، چون تو جامعه وقتی بحثی میشه صحبتی میشه هم از دروغگو بودن آخوندها یکی از صفاتشون هست. درست. آقا مصطفی عزیز، شما فکر کنم از برادرانی هستید که موحد شدید و این خزعبلات رو ترک کردید، درست حد زدم؟ بله به لطف خدا. الحمدلله. سبب این به اصطلاح تحول فکری در شما چی بود؟ اینو برای اینکه به اصطلاح واضح بشه برای بینندگان ما. اول از همه لطف خدا بوده الله و لطفی که خدا کرد این بود که من اون تعصبی که متاسفانه یک بیماری بدی است، خدا لطف کرد آن تعصب رو از وجود من پاک کرد. الحمدلله. و بدون تعصب قرآن خوندم. الله و اینکه همین چیز بود، دروغای اینها بود. من قبلا هم زنگ زده بودم خدمتتون های انصاری، گفته بودم که ما صحرا میرفتیم، کوه میرفتیم، یه روزی بیاد، یه شبی بیاد که امام زمان بیاد ما ببینیمش، نشونه چیزی هیچی ندیدیم ازش. تا اینکه به قرآن رو بردیم، گفتیم شاید تو قرآن بتونیم چیزی پیدا کنیم، ولی وقتی قرآن رو خوندیم دیدیم که نه، اصلا دین اسلام این چیزها نیست و متاسفانه این شاخ و برگ‌ها و این چیزها چیزی که بعد از پیامبر به اسلام اضافه کردن. درست. و خدا به ما لطف کرد. الحمدلله. یه پیمان داشتم برای شریفی که ما رو دروغ میگن، اگه اجازه بدید. بفرمایید. کلا آقای شریف انسان جالبی هستن. آقای شریفی این همه کلیپ از دروغ‌های آقای قزوینی پخش میشه با سند و مدرک، بعد ایشون میگن که من میخوام ثابت کنم که ایشون دروغگو نیستن، در حالی که مثل روز روشنه که ایشون دارن دروغ میگن. البته فقط در حد ادعا با اینکه میتونن، ولی میان ما موحدین رو خیلی راحت میگن دروغگویم بدون هیچ سندی، بدون هیچ مدرکی. و در واقع میخواستیم بگیم ما شیعیانی که موحد شدیم در واقع ما خودمون مثلا بودیم که برای فرار کردن از دروغ، از اینکه از دروغ خسته شدیم، در واقع دیار تشیع رو ترک کردیم، دیار توحید رسیدیم، دیاری که حقیقت هست. الله و دیاری هست که اونجا به همسران پاک پیامبر توهین نمیشه، مردمش فکر میکنن، مردمش بهترین قول رو میشنون، قولها رو میشنون و بهترینش رو انتخاب میکنن. ولی در دیار تشیع متاسفانه پای منبر یک سری آخوندها مثل قزوینی میشینن، عقلشون رو تعطیل کردن، هرچی اینا میگن اینا گوش میکنن بدونی که تفکر کنن. درست. در واقع میخواستم بگم بله همینا رو میخواستم، ما زنگ میزنیم میگیم موحد شدیم، این نیست که بخوام خودنمایی کنیم یا بگیم یا از این حرفا. باید میخواستیم بگیم که برادران دیگرمون رو دعوت کنیم این که اولین کاری که میخوان انجام بدن این که تعصب رو کنار بذارن. تعصب واقعا بیماری بدیه، باعث میشه که چشم‌ها کور بشه، گوش‌ها کر بشه، کلاً عقل‌ها تعطیل بشه. مثلا همون برنامه‌تون تو حجت بی حجت مثلا شما میگید 12 به اضافه 1 میشه چند، اینها انقدر متعصبن که حاضر نیستن جواب بدن، حتی میان دلیل میارن که نه منظورش همون میشه 12، در حالی که از روی تعصب هست. ولی وقتی تعصب نداشته باشی خیلی راحت میتونی حقیقت رو بفهمی، حقیقت رو درک کنی.
انشالله خداوند همه ما رو هدایت کنه. آمین آمین. من تشکر میکنم. شما اجر بده. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیزم آقا مصطفی گرامی. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما و همه موحدین بکنه در ایران. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. خدا نگهدار شما.